گرگ یکی از شناخته شده ترین گوشتخواران و عضو خانواده سگسانان است که نقش حیاتی در اکوسیستم‌های مختلف ایفا می‌کند. این تحقیق به بررسی چرخه زندگی گرگ از تولد تا تبدیل شدن به یک شکارچی ماهر می‌پردازد. زمان تولد معمولاً در بهار اردیبهشت تا خرداد. مدت بارداری حدود 63 روز. تعداد توله‌ها 4 تا 6 توله، گاهی تا 14 توله. محل تولد لانه‌های زیرزمینی، غارهای طبیعی، حفره‌های ایجاد شده توسط حیوانات دیگر یا سوراخ‌های زیر ریشه درختان. 2. ویژگی‌های توله‌ها در بدو تولد: وزن 300 تا 500 گرم، نابینا و ناشنوا، دندانهای شیری رشد نکرده، کاملاً وابسته به مادر، پوشش موی نرم و کرکی، یادگیری مهارت‌های اولیه شکار از طریق بازی، شرکت در فعالیت‌های گروهی گله، رشد دندانهای دائمی، افزایش استقلال نسبی. بخش سوم، آموزش و یادگیری مهارت‌های شکار. 1. نقش گله در آموزش. گرگ‌ها حیواناتی اجتماعی و زندگی در گله‌های سازمانی یافته هستند. ساختار سلسله مراتب گله شامل جفت آلفا، بتاها و امگاها. تمام اعضای گله در آموزش توله‌ها مشارکت دارند. توله‌ها از طریق مشاهده و تقلید یاد می‌گیرند. رهبران شکار معمولاً جفت آلفا یا افراد با تجربه، تعقیب کنندگان، اعضای جوان و سریع، منحرف کنندگان، افرادی که توجه طعمه را منحرف می‌کنند، محاصره کنندگان، اعضایی که راه فرار را می‌بندند. شناسایی طعمه. استفاده از حس بویایی قوی می‌توانند بوی طعمه را از 3 کیلومتری تشخیص دهند. 2. تعقیب. اغلب طعمه‌های ضعیف، بیمار یا پیر را انتخاب می‌کنند. 3. محاصره. همکاری گروهی برای جدا کردن طعمه از گله. 4. حمله نهایی، باز گرفتن ناحیه گلو یا پاهای عقب. 5. تقسیم طعمه. سلسله مراتب در تغذیه: ابتدا جفت آلفا، سپس دیگران. 3. میزان موفقیت در شکار. شکار انفرادی 10 تا 20%. شکار گروهی 45 تا 60%. میانگین مصرف 2 تا 5 کیلوگرم گوشت در روز بسته به اندازه طعمه. آیا گرگ‌ها می توانند ماهی شکار کنند؟ بله، در مناطقی مانند جزیره ونکوور کانادا و پارک ملی مینسوتا، گرگ‌ها تخصص خاصی در شکار ماهی قزل‌آلا پیدا کرده‌اند. این حقایق نشان می‌دهند که گرگ‌ها بسیار پیچیده‌تر، باهوشتر و اجتماعی تر از تصور رایجی هستند که از آنها به عنوان موجوداتی صرفاً وحشی و خشن وجود دارد.